تلویزیون سونی با ایراد روشن نشدن. حتی لوگوی خود سونی هم روشن نمیشه. به نظر میرسه که ایراد پاور باشه. میریم باز میکنیم و بررسی. در ابتدا در حالت سرد، یعنی بدون اتصال جریان برق به بورد، فیوز رو تست میکنیم. خب فیوز سالمه. دیود بریج هم تست میکنیم. بله اینم درسته. بنابراین میشه گفت که اتصالی در کار نیست. میریم که جریان برق متصل کنیم و شروع به عیبیابی. خب شروع کنیم به گرفتن ولتاژ، ببینیم که ایراد کجاست. درسته، ورودیه. درسته. بله اینجا همچنان جریان AC رو داریم. دیود بریج رو تست میکنیم. حتی 1 ولت هم نداریم. پایه های وسطش که AC هست رو چک میکنیم. خیلی اینجا هم نداریم. پس در واقع یه ایرادی هست. این ما به این دقیق‌تر بررسی میکنیم. خب از دو تا مسیر در واقع AC فاز 0، یک مسیرش که تا ورودی دیود پول رو داریم. بله و اما اون یکی مسیر بله همچنان تا اینجا هم باز ولتاژ رو داریم، اما این بر مقاومت نداریم. ملاحظه کنید. بله این طرف هست، اما این طرف هیچی نداریم. با هم ببینیم مقاومت رو. در این مقاومت آجوری هستش. از مدار خارج کنیم و مجددا گیری کنیم مقاومت رو. خب این همون مقاومتیه که روی بورد تست کردیم و جریان رو از خودش عبور نمیداد.
یک مقاومت 6 و 8 ohm آجوری توان 5 وات که محدود کننده جریان هستش. در حالت اوم قرار میدیم. هیچ عددی بر روی صفحه دیده نمیشه. بله، در واقع مقاومت قطع شده. یه مقاومت سالم هستش که میتونید جایگزین همین کنید. ملاحظه بفرمایید دقیقا همون 6 و 8 هم، در حالی که این معیوبه. بسیار خوب، میریم برای اینکه این مقاومت رو در محل قرار بدیم و بعد ادامه. مقاومت رو جایگزین کردم، ملاحظه میکنید. حالا میریم برای تست گرم و با استفاده از لامپ تست. در حالت AC بله، ولتاژ کاملا هستش. این همون مقاومتی که عوض شده. اگه خاطرتون باشه ما یک سر مقاومت ولتاژ داشتیم اما اون یکی سرش نبود، الان هست. خروجی تست بریج دیود رو تست میکنیم در حالت DC. بله، ولتاژ کامل داریم. همینطور خازن صافی. بله، ولتاژ کامل هست. قبل دیگه تلویزیون نصبش کنیم و تست نهایی انجام بدیم، ببینیم آیا خروجی ولتاژ استندبای رو هم داریم یا خیر. ولتاژ استندبای این دستگاه 3 و 3 هستش. چک میکنیم. بله، همونجور ملاحظه میکنید ولتاژ 3 و 3 هم در خروجی داریم. ما ولتاژ استندبای. خب میریم که بورد رو روی خود تلویزیون بذاریم و تست نهایی انجام بدیم. خب تلویزیون رو روشن میکنیم. بله، همونجور که ملاحظه می‌فرمایید مشکل برطرف شد.